سلام چهلی. نام من ربکا و دوست دارم یک داستان از کتاب مقدس با هم بخوانیم و این داستان راجع به عیسی مسیح است. عیسی مسیح یک کس از مرگ احیا کرد و این داستان خیلی جالبه. دوست دارم با هم بخوانیم. یوحنا بابی 11. شخص لازار نام بیمار بود، از اهل بیتینی که دیهه مریم و خواهرش مرتا بود. مریم همان بود که خداوند را با روغن اطرافشان تدهین کرده پایهای او را با موی خود خشکانید. لازار بیمار برادری وی بود و خواهران به او کس فرستاده گفتند: خداوندا، اینک آن کسی که دوست می‌داری بیمار است. چون عیسی شنید گفت: این کسلی برای مرگ نیست، بلکه برای جلال خداست، تا که پسر خدا به وسیله آن جلال یابد. عیسی مرتا و خواهر وی و لعازار را دوست می داشت. چون شنید که وی بیمار است، در جایی که بود 2 روز ماند. پس از آن به شاگردانش گفت: باز به یهودا برویم. شاگردانش به او گفتند: ای استاد، بسیار نگذشته است که یهودیان میخواستند تو را سنگسار کنند و تو میخواهی باز به آنجا بروی؟ عیسی جواب داد: آیا روز 12 ساعت نیست؟ کسی که روزانه راه می رود پیش پا نمی خورد، چون که نور این جهان را می بیند. لیکن هر که شبانه راه می رود پیش پا می خورد، چون که در وی نور نیست. این را به زبان راند و پس از آن به آنها گفت: دوست ما لعازار خفته است، لیکن من می روم تا که وی را بیدار کنم. شاگردانش گفتند: خداوندا، اگر خفته باشد شفا خواهد یافت. عیسی درباره وفات وی سخن می‌راند، لیکن آنها گمان کردند که درباره خواب مقرری سخن می‌راند. آنگاه عیسی به آنها آشکارا گفت: لعازار مرده است و برای شما شادم که در آنجا نبودم تا که ایمان آورید، ولی اکنون نزد وی برویم. توما که ایکیزک نامیده میشد به شاگردان گفت: بیایید ما هم برویم تا که با او بمیریم. چون عیسی آمد فهمید که وی 4 روز باز در قبر می باشد. بیتینی در نزدیکی یروشلیم به مسافه تقریباً 15 استادیه واقع بود و بسیاری از یهودیان نزد مرتا و مریم آمده بودند تا که برای برادرشان آنها را تسلی دهند. چون مرتا شنید که عیسی می آید و پیشواز او بیرون رفت، لیکن مریم در خانه ماند. مرتا به عیسی گفت: خداوندا، اگر تو در اینجا می بودی برادرم نمی مرد. لیکن حالا نیز می دانم که هرچی از خدا طلب کنی خدا آن را به تو خواهد داد. عیسی به وی گفت: برادر تو احیا خواهد شد. مرتا به او گفت: می دانم که در قیامت در روز واپسین احیا خواهد شد. عیسی به وی گفت: من قیامت و حیات هستم. هر که به من ایمان آورد اگر بمیرد هم زنده خواهد شد، و هر که زنده باشد و به من ایمان آورد تا ابد نخواهد مرد. آیا به این ایمان داری؟ به او گفت: آره خداوندا، من ایمان دارم که تو مسیح پسر خدا هستی، آن شخص که به جهان می آید. خیلی خوب. پس اینجا میبینیم که مرتا میفهمه که عیسی مسیح کسی مخصوص بود که از خدا آمد و قدرت داشت برای احیا کردن و مرتا ایمان داشت که در روز قیامت برادرش از مرگ احیا میشد
ولی عیسی مسیح قدرت داره الان برای ما قدرت داره در روز قیامت، بله، ولی هم الان معجزه داره. چون این را گفت، رفت خواهر خود مریم را پنهانی خواند و گفت: استاد اینجاست و تو را می طلبد. این را شنیده وی زود برخاست و نزد او آمد. عیسی هنوز به دیه وارد نشده بود، بلکه در همان جایی بود که مرتا او را پیشواز گرفت. یهودیانی که در خانه با وی بودند و تسلی می دادند، چون دیدند که مریم زود برخاسته بیرون رفت، از پی وی روانه شدند به گمان آن که به سر قبر می رود تا که در آنجا گریه کند. چون مریم به آن جایی که عیسی بود آمد، او را دیده به پایهای او افتاد و گفت: اگر در اینجا می بودی برادرم نمی مرد. عیسی وقتی که وی را اشک ریزاند و یهودیانی با وی آمده را نیز گریان دید، از دل آه المناکی کشید و مضطرب شد و گفت: وی را کجا گذاشته اید؟ با او گفتند: خداوندا بیا و ببین. عیسی گریه کرد. یهودیان گفتند: بینگرید چقدر وی را دوست می داشت. بعضی از آنها گفتند: آیا این شخص که چشمان کور را باز کرد نمی توانست عملی بکند تا که این هم نمیرد؟ عیسی در حالتی که از دل آه می کشید به سر قبر آمد و آن یک غاری بود که سنگی بر دهانش گذاشته بودند. عیسی گفت: سنگ را بردارید. مرتا خواهر مرده با او گفت: خداوندا الکی بدبوی شده است، زیرا که 4 روز باز در اینجاست. عیسی به وی گفت: آیا به تو نگفتم که اگر ایمان آوری جلال خدا را خواهی دید؟ پس سنگ را از آن جایی که مرده گذاشته شده بود برداشتند. عیسی چشمان خود را سوی آسمان بالا کرده گفت: ای پدر، تو را شکر میکنم که سخن مرا شنیدی و من میدانستم که همیشه سخن مرا میشنوی، لیکن برای مردمی که در اینجا ایستادند گفتم تا ایمان آورند که تو مرا فرستاده ای. چون این را گفت با آوازی بلند ندا کرد: ای لعازر بیرون آی. و مرده که دستها و پایهایش به کفن پیچیده و رویش با رویمال پوشیده بود بیرون آمد. عیسی به آنها گفت: وی را باز کنید و بگذارید برود. بسیاری از یهودیان که با مریم آمده بودند چون عمل عیسی را دیدند به او ایمان آوردند. لیکن بعضی از آنها نزد فریسیان رفته آنچه عیسی کرده بود به آنها گفتند. سرکاهنان و فریسیان در شورای پیران جمع آمدند و گفتند: چی باید کرد؟ این شخص معجزات زیادی نشان می دهد. اگر او را چنین واگذاریم همه به او ایمان خواهند آورد و رومیان آمده کشور و قوم ما را خواهند گرفت. یکی از آنها که قیافا نام داشت و در آن سال سرکاهن بود گفت: شما چیزی نمی دانید و فکر هم نمی کنید که برای ما بهتر است اگر یک کس به خاطر قوم بمیرد و تمام قوم نابود نشود. لیکن وی این را از خود نگفت، بلکه چون در آن سال سرکاهن بود نبوت کرد که عیسی باید برای قوم بمیرد و نه تنها برای قوم بلکه نیز برای آن که فرزندان خدا را که پراکنده هستند یک جایه کند. از همان روز مصلحت را به یک جا ماندند که او را بکشند. بنابراین عیسی دیگر در میان یهودیان آشکارا نمی گشت، بلکه از آنجا به موضعی که نزدیک بیابان بود به شهری که افرایم نام داشت روانه شد و با شاگردان خود در آنجا ماند. چون عید فسح یهودیان نزدیک شد، مردم بسیاری از هر طرف مملکت پیش از فسح به یروشلیم آمدند تا که خود را
تطهیر نمایند. و آنها در جستجوی عیسی بودند و در معبد ایستاده به یکدیگر می گفتند: فکر شما چیست؟ آیا او بعید نمی آید؟ لیکن سرکاهنان و فریسیان فرمان داده بودند که اگر کسی داند که او کجاست باید خبر دهد تا که او را دستگیر کنند. خیلی خوب. این داستان خیلی جالبه چون میبینیم که عیسی مسیح قدرت داره از مرگ. خب مرگ قدرت نداره. با عیسی مسیح او قدرت داره ما را احیا کنه. خیلی خوب. پس لازر احیا شد به وسیله عیسی مسیح و قول داریم از خداوند که وقتی ایمان میاریم به عیسی مسیح، مثل عیسی مسیح گفت من احیاام، من قیامتم. خب عیسی مسیح قدرت قیامت داره، او در خودش زندگی هست و وقتی ایمان میاریم ما قول داریم از خدا که در روز قیامت احیا میشیم و هیچ محکوم نمیشیم. خب خداوند همه از گناه ما به وسیله عیسی مسیح پاک شده و بخشیده. پس امیدوارم این داستان برای شما جالب بود و میبینیم در آخر داستان که رهبر دین سعی میکنند عیسی مسیح دستگیر بکنند و هفته بعد ما ادامه میدیم با این داستان و میبینیم چی میشه با عیسی مسیح و این چیزها میفهمیم بیشتر راجع به خدا و برنامه برای نجات ما چی است. و خیلی ممنونم که تماشا کردید و برای بینندگان دعا میکنم. خداوند خیلی دوست دارم که مردم در دنیا خبر نیک راجع به عیسی مسیح بشنوند و امیدوارم دعا میکنم، الان خواهش میکنم که مردم تاجیکستان، ازبکستان و کشورهای دیگه میفهمن کی هستی و ایمان بیارند و بدونن پر از محبت هستی و پرشون کن با روح القدس. آمین. حفظشون کن، قویشون کن و شادی بهشون و برکت بهشون بدین. آمین. آمین. خیلی ممنون و اگر سوال دارید کامنت بگذارین و سعی میکنم جواب بدم. خداحافظ.